این انگشتر با من از کردستان اومد تا نگین تقلبی که روی اون سوار شده با یک عقیق سرخ طبیعی جذاب جایگزین کنم. تو مرحله اول یه قطعه سنگ کوچولو زیر نگین گذاشتم، انگشتر رو روی میل انگشتر سوار کردم، فیکس کردم و بهش ضربه زدم. البته سعی کردم اول با دسته قیچی این کار رو انجام بدم، خیلی موفق نبودم. حالا از وسایل دیگه هم استفاده کردم، در نهایت نگینش خارج شد. بعد اومدم انگشتر رو گذاشتم تو محلول تا آلودگی‌هاش گرفته بشه و یه دونه نگین پیدا کردم که خیلی سایزش به سایز اون انگشتر نزدیک بود. شروع کردم به تراشیدنش و نگین رو اندازه‌ای رکاب کردم. اینجا دیگه تقریبا اندازه شده. تو این مرحله با دقت بیشتری این کار رو ادامه دادم و پولیش کردم. انگشتر زیبامون آماده شد. حالا شما مقایسه کنید از نظر رنگی، ببینید چقدر با هم دیگه تفاوت دارن. اینم زیر نور. به به، عجب انگشتر جذابی شد. حالا شما بگید کدومو بیشتر میپسندید؟